جمهوری اسلامی یعنی یک ملت زنده. جمهوری اسلامی یه حکومت جدا از مردم نیست. جمهوری اسلامی عبارت است از ملت ایران، این ملت پابرجا، این ملت مستحکم، این ملتی که حاضره برای پیشرفت خودش زحمت بکشه، کار کنه، تلاش کنه و به حمدالله پیشرفت کرده در این 47 سال. اون روزی که جمهوری اسلامی نهال باریک بود، شما نتونستید اون رو از زمین قلع کنید و بکنید. امروز به حمدالله یک شجره مبارکه بلند و پرثمر جمهوری اسلامی. میخوام به مسئولین عزیز دولتی، مسئولین محترم بگم هر مقداری که تلاش میکنن، کار میکنن، اونو 2 برابر باید بکنن، اونو باید مضاعف کنن. ما امکانات زیادی داریم. وجود این تورم در کشور غیر منطقی است. سقوط ارزش پول ملی به این اندازه غیر منطقی است. باید اینا اصلاح بشه و به امید خدا اصلاح خواهد شد. کارهایی رو شروع کردن مسئولین محترم، باید با جدیت، با دقت، با ملاحظه همه جوانب این کارها رو ادامه بدن. مشکلات داخلی رو برطرف کنن، محیط کسب و کار رو آرام کنن. اگر تهدیدی وجود داره، دستگاه‌های خنثی کننده تهدید هم به فضل الهی وجود داره. مردم کارشون رو بکنن، زندگیشون رو بکنن، درسشون رو بخونن، محیط کسب و کار رو، تجارتشون رو بدون دغدغه انجام بدن. باید در کشور محیط آرامش، محیط اطمینان به نفس، محیط سکینه باید حاکم باشه. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. خدای متعال انشاءالله آرامش را، اطمینان قلبی را بر یکایک آحاد مردم نازل میکنه و لطف میکنه. مسئولین رو هم موفق میکنه که بتوانن انجام بدن. خونهایی ریخته شد، خونهایی بر زمین ریخته شد. این ما داغ داریم. من عرض میکنم ما عزاداریم به خاطر خونهایی که ریخته شد. یه عده‌ای خود اون مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن. یه عده اونا بودن که اجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن و سرکارشون با خداست. با اونا کاری نداره. لکن یه عده دیگه بودن که نه، جز اونها نبودن. 3 گروه بودن، 3 دسته. من کشته ها و جان باخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه دسته نیروهای مدافع امنیت و مدافع سلامت نظام بود، چه نیروهای انتظامی، چه نیروهای بسیجی و سپاهی و چه کسانی که در کنار اینها حرکت میکرد. شهید شدن. اینا جزو برترین شهدا. یه دسته اینا. یه دسته رهگذرها هستن. وقتی که فتنه‌گر در داخل
شهر فتنه برپا میکنه، فقط افرادی که مواجه با او هستند از بین نمیرن. مردم بیگناه تو خیابان داره راه میره طرف محل کسبش، محل خانه، طرف خانهش. یه دم از اینا شهید شد. اینا هم شهیدن به خاطر اینکه در فتنه دشمن به شهادت رسیدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است و اینا شهیدن. دسته دوم هم شهیدن. دسته سوم اون کسانی هستن که فریب خوردن، سادگی به خرج دادن، بی تجربه بودن، با فتنه‌گرا همراه شدن. من میخوام بگم اونها هم از ما هستن، اونها هم بچه‌های ما، اونها هم یه عده‌شون پشیمان شدن. بعضیشون به من نامه نوشتن که ما اون روز آمدیم تو خیابان و چه ما رو حلال کن. تو زندان هم نبودن، آزاد بودن. پشیمان شدن، اشتباه کردن. اون کسانی که از اینها کشته شدن اونها رو هم مسئولین شهید محسوب کردن، خوب کردن. ما بنابراین دایره جانباختگانمون که به عنوان شهید اینا رو حساب میکنیم دایره وسیعی است. به جز اون اصحاب فتنه و سردسته ها و کسانی که از دشمن پول گرفتن، اسلحه گرفتن، به غیر اونها بقیه چه عناصر مدافع امنیت، چه راهگذرها و چه حتی کسانی که با فتنه‌گرا چند قدمی حرکت کردن، اینا فرزندان ما هستن. ما برای اینا طلب رحمت میکنیم، طلب مغفرت میکنیم. اشتباه کردن، خدای متعال از اشتباه اینا درگذره انشاءالله. اگر تهدیدی وجود داره، دستگاه‌های خنثی کننده تهدید هم به فضل الهی وجود داره. مردم کارشون رو بکنن، زندگیشون رو بکنن، درسشون رو بخونن، محیط کسب و کار رو، تجارتشون رو بدون دغدغه انجام بدن. باید در کشور محیط آرامش، محیط اطمینان به نفس، محیط سکینه باید حاکم باشه. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. خدای متعال انشاءالله آرامش را، اطمینان قلبی را بر یکایک آحاد مردم نازل میکنه و لطف میکنه. مسئولین رو هم موفق میکنه که بتوانن انجام بدن. این حرفایی هم که رئیس جمهور آمریکا میزنه که من را اشاره خواهم کرد، گاهی تهدید میکنه، گاهی میگه باید فلان کار بشه، فلان کار نشه. این معناش این است که اینا در پی تسلط بر ملت ایرانن. ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده، میدونه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید. کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمیکنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما، ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد.
درباره انرژی هستی شما با هم مذاکره کنیم و نتیجه مذاکره بشود این که شما این انرژی رو نداشته باشید. اگر مذاکره باید انجام بگیره واقعا جای مذاکره نیست. اگر بنا شد مذاکره انجام بگیره، تعیین نتیجه مذاکره از قبل یه کار غلط و ابلهانه است. تو میگی بیا با هم حرف بزنیم درباره فلان موضوع به توافق برسیم. چرا نتیجه رو معین میکنه؟ باید حتما به این توافق برسیم. و این ابلهانه است. این کار ابلهانه رو دارن انجام میدن رؤسای آمریکا و بعضی از سناتورها و رئیس جمهور و دیگران. به نظرشون میرسه که مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلنش. هی میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا رئیس جمهور آمریکا در یکی از صحبت‌های اخیرش گفته که 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. شکایت کرده به مردم خودش. 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. این اعتراف خوبی است. بنده میگم تو هم نخواهی توانست این کار رو بکنی.